من درباره تأسیس جمعیت مسئولیتش محدود چرخی گردون من گفتن هستم که 20 سال پیش روزی 18 نوامبر سال 1994 با شرکت همگی یک نفر یعنی خود من همین چیز تأسیس یافت. یعنی که اولین هفته‌نامه‌ای که ما بود این با نام دایجست پرس یعنی پرس یعنی که این هفته‌نامه‌ای بود که اصلا از دیگر روزنامه‌های روسی وقتی اینترنت نبود همین چیزا روی چوب می آمدن و گازت یا که همین هفته‌نامه‌ای که ما هم وقت تأسیس داده بودیم دوام منم 20 سال است که روی چوب می آید. خوانندگان خود دارد. اولا پورا از روزنامه‌های روسی قزاقستان دیگر دولت‌ها گرفته میشد. امروز قریب که 80% اون از خود کارمندان ما هستند. روزنامه‌نگاران تاجیک هستند که به زبان روسی تر میکنند. وقتی که من خودم شخصا سال 1990 فاکولته ژورنالیستیکای سنت پترزبورگ اون وقت لنینگراد روسیه رو تمام کرده آمدم به تاجیکستان. در آن وقت علاقه اون دولت ابرقدرتی که با نام اتحاد شوروی بود نبود، قریبی که نبود و تاجیکستانی که مستقل امروزه ما هم که نبود، یعنی که هیچی نبود. در همین بین ما ماندیم و نمیدونستیم که چی کار کنیم. من خودم که اول مخبر بعدا محرری گازیتای صدای مردم گازیتای پارلمانی تاجیکستان بودم و دیدم که بسیار مشکلات زندگی پیش می آید. معاش نبود، جنگ رفته بود، جنگ شهروندی رفته بود، حتی автомат پیشنهاد کردن که رفته جنگ کنیم، لیکن من گفتم که من نمیتونم با این چیزو رفته، چون من ژورنالیست بودم، میخواستم که یکم کاری با ژورنالیستیک نزدیکتر کنم. از این چیز از کار رفته با چین، از چین بار می آوردیم و با فروش می ماندیم در بازارها و بعدا وقتی که من مبلغ معین به دست آوردم گفتم که چون من ژورنالیست هستم باید که یکم کار ژورنالیستی کنم و همین خیلی با سرم یک لایحه آمد با نام دایجست پرس، یعنی که هر چیزی که در دنیا چاپ میشه نسبت تاجیکستان، نسبت سابق شوروی، عموما اقتصاد، سیاست، همین چیزا رو ما سال 1994 تأسیس دادیم و بعدا در همین بعضی دایجست پرس روزنامه‌های زیادی دیگر هم پیدا شد، از جمله چرخی گردون، اویتسینا، آلادین، آنوشیروان، ورمیا دنگی و دیگر بسیار روزنامه‌های دیگری بودند که پیدا شدن. قسما امروز هستن، قسما نیستن، ولی همون وقت از یک چی باید سرچشمه می‌گرفت. همون وقت مطبوعات کشور عموما که بی صاحب مونده بود، مطبوعات کشور قریبی که نبود. امروز که به هر حال این لایحه یا میدیا گروه شما یکی از موفق‌ترین میدیا گروه ها در کشور است، بعضی ها میگویند این یعنی خانواده شما یکی از نزدیکاتون چه خدمت در وقتش برای پرزیدنت کشور کرده است و به خاطر همین این امکانیت برای شما دست داده که فعالیتتون رو پیش ببرید بدون مشکل. شاید من در این موضوع صحبت کردن نمیخواهم، لیکن به هر صورت من احترام دارم نسبت رهبریت کشور که در 40 سالگی سر قدرت آمدن کار آسان هم نبود، لیکن هر چیزی که من امروز دارم یگون چی با اون واقعایی که نقل میکنند ارتباط ندارد، زیرا که در همون وقت مثلا من میتوانستم از همون واقعا استفاده کرده صاحب یگون وظیفه دولتی یا که دیگر شدم، لیکن این چیز من هیچ وقت استفاده هم نکردم. این چه واقعا استفاده کردم کامشن؟ من بهترش که خود پرزیدنت در این مسئله بسیار گفتن، در اونجا خدمت من قریبی که نیست، من یک شاهدی اول بودم تمام، لیکن
این با اون کارهایی که من میکنم یگان ارتباط ندارد